اولین اصل توکل به خداوند متعال است، سپردن خود به خداوند متعال است. اگر میخوایی اعتماد به نفس خوب شوند، خدا به خدا بسپار. خودت تنها احساس نکن در مسیر زندگی. ذاتی که کل دنیا در ید قدرتش است و امرایت است. خودش وعده کرده، گفته کسایی که ایمان آوردن از او دفاع میکنم. خودش گفته کسی که بر من توکل کنه من برش کفایت میکنم، کسی که بر من توکل کنه من از او حمایت میکنم. من از رگ گردن نزدیکتر هستم، من در قلب مومن جای دارم. بناهن یادتان باشه، همیشه یاد خداوند متعال را نموده به قدرت و یاری و اعتماد داشته باشید و در همه جا او را حاضر بدانید. هیچ جای تنها نیست، هیچ جای نترس، هیچ جای نلرز.